سلام علیکم، سلام علیکم، درود فراوان خدمت همه شما عشق ترین ها. سلام علیکم، قربونتون. چطوری؟ شتابان نیست، همه 80 90 اینا دلتنگ است. خدا رو شکر منم خوبم. چشم آزاد جلو هست. چه میشه کرد؟ برو دوراتو بزن، برو بگرد. کی مثل من انقدر به بودن تو پیله کرد؟ حالا چی شد؟ تو فرم زدی دلم بدحالی شد. جا تو لحظه هایی که میشد کنارم باشی رفتی خالی شد. پروانه با رفتی مگه اسم من آخه کم شده؟ توی گوشی دیدن اسم تو هیتی کم شده. واسه این دیوونه دوری یا نبودتم شده. پروانه با رفتی مگه اسم من آخه کم شده؟ توی گوشی دیدن اسم تو هیتی کم شده. واسه این دیوونه دوری یا نبودتم شده. نداشت میتونی بری بگی که دل نداشت. بشکنه این دستا که نمک نداشت. مگه این دل واسه تو چی کم گذاشت؟ نمیدونی تو نبوده دل با تنهایی چی کرد. اگه را داره برات یه کاری کن یه جوری برگرد. پروانه با رفتی مگه اسم آخه کم شده؟ توی گوشی دیدن اسم تو هیتی کم شده. واسه این دیوونه دوری یا نبودتم شده. پروانه با رفتی
مگه اسم آخه کم شده توی گوشی دیدن اسم تو هیتی کم شده واسه این دیوونه دوری و نبود اسم شده بله بسه پا منزین بریم بریم بعد بزنیم باش یه جا دیگه میزنیم یه پا منزین دیگه هم داره همه دار و نداره دل تو هستی آخه عشق ما تکرار نداره خود دنیا با همه چی دست به هم داده خودشم میدونه که چاره نداره دوله کردم روزامونو با همه خاطره ها شک نکردم به تو برق نگات خود هستی نگات دلی که بیقرارت وای نمیشه آخه بیامونه دما با همونه خود عشقم یه جاهایی خب آفت جونه کل دنیا هم که جمع بشن باید عشقم سر حال و سر پا بمون آخه بیامونه دما با همونه خود عشقم یه جاهایی خب آفت جونه کل دنیا هم که جمع بشن باید عشقم سر حال و سر پا بمونه سلام و درود به کرج تا مردم خوبش علی آقا اخوات چرا نمیگید؟ آمون تصویرم نه اوکی ایش اوکی نباشی یه افکت اونقدر زیبا میکنه من میدونم چه خوب شده باشی بهتر اصرار انکار خب خاصیت عشقم اینه موندن عشقش از من چششون ما رو نبینه آخه از دلت جادور نمیشم یه لحظه آروم نمیشم نامهربونیاتم آخه عشقه آخه بیامونه دما با همونه خود عشقم یه جاهایی خب آفت جونه کل دنیا هم که جمع بشن باید عشقم سر حال و سر پا بمون آخه بیامونه دما با همونه خود عشقم یه جاهایی خب آفت جون کل دنیا هم که جمع بشن باید عشقم سر حال و سر پا بمونه کرج یه دوربین داره 50 تاست 50 تا شاید باورتون نشه میشه دیگه چرا نشه نه آقا 50 تا توی همچین مثلا این توی همچین جایی دلبازم هست اینجوری نگاه کنید محسن ابراهیم زده نگاه هم ورودی هم هست آقا عدیدی 5 دستن عدیدی 5 دست سلام علیکم سلام علیکم ای خدا شکرت علی رضا سلام چطوری؟ قربونت هنرمندانه قطعه هنرمند ما بزنیم بنزین بزنیم من میرم شما ادامه بدید من تیر برو دیگه من خون زیادی ازم رفت شما برید اهواز میایم مجوزش داره میاد اهوازی های عزیز مجوزش میاد بهتون خبر میدم آقای میشم یقام من
ببین دیگه داره میگه برو پمپ بنزین. من نمیفهمم دیگه چیکار باید بکنم. آلمانی صحبت میکنه ما فارسی. بلدم آلمانی. من میگم فول که نه ولی بلد. درک مطلبم زیاد هست. حتی فارسی درک مطلبم خیلی زیاد. این پمپ بنزینه. بله این پمپ بنزینه. از ما دوباره سوزش نیست. همش کنسرت نمیذاریم. لایو رو قطع کردی جانم هم بیا زیر پست جدیدم کامنت بذار ایشالله. اون شهر چه؟ اسلام شهر نمیاد. شما بیاییم 29 تهران. تو چرا زودتر از من میبینی؟ من خب لایو منه تو زودتر میبینی؟ تو جلوتر از منی چجوری میشه؟ خدایا دیگه این دنیا به درد نمیخوره دیگه هیچ سری داشت نیست. لایو من مالمونه نمیفهم. بشین تو لنگوروز عرض به حضور شما که برای 29 یک کار باحال کردیم. یه بار لایو گذاشته بودیم اونایی که ندیدن یه سورپرایز خوب دارم توی کنسرت. داخلش که توی کنسرت یه سورپرایز. تو خدا از این که اینجوری کم اسکرین نگیریم. دیدم مادرت خواهش میکنم ازت. باید بریم از بالا بندازیم. بنزین زدن چقدر سخت شده. خیلی کاش ماشین پاور بنزین داشت میدونی مثل پاور بانک. خود یه 20 لیتری از من بزنم واقعا ماشین چرا سخت بر روز مبادا درسته. اگر حالا آتیش هم گرفت اتفاق دیگه. رومیه چقدر بگم میای به ارشاد بریم بچین و سالن و غیره. ما که میایم ما کلا 20 نفر آدمی. موزیک جدید در دست تولیده به نام بد کردی. اصلا موزیک ها را کجا به نام بد کردی موزیک جدید. آها یه کاری میکنم فن پیجه ازم صدا برو دارید. جست معین راهبره خب برید باش صحبت کنید. آقای راهبر قرار شد تحویل بدم و ما منتظریم. اگه کسی عجله داره کامنت های آقای راهبر رو خلاصه در بیاره کارو در بیاره. همونطوری که ما میایم مثلا مشهد دایرکت من پاره میشه. آیدین داره سکسی بود. ایقا باکون برا چون ماشین رنتیه دارم بیام. ماشین رنتیست. من میرم موزیکو اینجا میذارم شما خودت برو. نشون بده. بعدی چیه؟ هم فکر بعدی فکر کنم چیز بعدی نباشه. نه شروع کنید از الان میتونید حمله کنید. آقای راهبر شروع کنید. ایشون بندرعباسی هستند. بندرعباسشون گرمه هوا یه ذره با تأخیر کار میکنه. موین همیشه همجوری خوشقوله خودش ولی انقدر وقت میذاره رو کارت نمیده بنزین بزنم راستی مثل کارت بزنم. چه کامنت بزنه این آب رو یه دستا پشت دستتون باشه خدا کنه نیفته. اینجوری میشه بزنم اینجوری بزنم. علی آقا کارت
وقتی میگی کارت نمیده من بنزین بزنم بیا کارت. نه کارت بنزین نمیده، این کارته که همونه. فکر کن کارت بنزین. جدی میگم. یا من عادت ندارم مهمون کنی کسی منو بنزین. بی زحمت چیزای دیگه منو مهمون کن. بنزین. بیا بگی. نه جدی 40 تا میگی بزنی. من فکر بگی جدی چی مهمون کنم. نه بهش بگو که من بنزین میخوام. ازش خواهش کن. کج شدم بیا. اصلا بذارم اونجا راحت تر بشه. معین راهبر خیلی منتظر کامنتاتونه فنای عزیزم. فردا فیلم هم یاد داره بگه چرا گفتی. پاریس کوچولو بیا برش. پاریس کوچولو بروژرد میگفتم. پاریس کوچولو ما بروژردم چون زندگی کردیم. کامنت رو خوندم. کامنتتون رو خوندم. بریم بخوابیم. شب بخیر. شب بخیر. آهنگ عربی خب بریم بزنیم. من خودم بزنم. من با عربی شروع کردم با فارسی تمام. نیسانی بود دارم. به آقا پیمان 80 تا کافی. آقا پیمان 80 تا آره. شناسنامه گذاشتم دوباره کار. بگو میام 80 تا رو پس بدی. کابلش هم بگیر علی. قدیما ویدیو میرفتم اجاره میکنم. نه الان تو پمپ بنزینیم ولی نه یا آقای ببینید اینجا وایساده. علی آقا ارادت. فال نمیخری؟ فال. نه من فالم زیاد جالب نیست. فالم رنگی نیست، سیاه. فالم خوب نیست که فالم بخواد خوب باشه. الان میرسم. درو گفتم فالم خوب. به آقا عرفان. ارادت. یه پست گذاشتم برید ببینید پستم. پست خیلی خوبه. یه پست گذاشتم برید ببینید. پست آخرم جدید گذاشتم. بروژرد ما خیابان تختی بودیم. پست آخرم برید ببینید. حتما کامنت بزنید برای ابراهیم زاده حسین آقا لشکری. مکمل نمیرسه. ماشین من قرصیه احتیاط حسین خودتو آماده کن برای کلیپ بعدی. آقا لشکری میگن مکملم بزن. مکمل گو. میگم ماشینم قرصیه احتیاط داره. نمیتونه. مکمل با خودم از خونه میام. دست درد نکن. بنزین ما رو مهمون کردی. رسانه ایش. حالا من به جای بنزین چی باید بهمونت کنم خدا میدونه. همون یه دونه وی آی پی بشینم کافی میشه. ردیف یک باش. استوری بگیرم. وسط. کل دنیا رو بگردی بنزین سوپر نیست. نیست هیچ جای شهر نیست. قربونت برم حسین دوست دارم. میریم قطعه گله با صدای محسن ابراهیم. باشه دیگه عجله نداریم که. چرا من دارم سفره پهنه. علی شام نمیخوای مهمون کنی ما رو؟ چشم. مثلا یه جیگری یه چیزی. میدونم باشه دیگه. باشه نه میام اینجا میام میدونم دیگه. مثلا اینجا فقط کرج و جیگرش. خیبر خرم‌آباد اومد لیگ برتر یه آهنگ براش بخونید. چشم. شما شام دادن اینجا میشه. من رژیم بخوام. بس که بد دیدم دیگه ترسیدم از کجا حال منو درک میکنی ای خدا من گله دارم ازت
یوتیوبر میگه سوال پرسیدم، من الان دیدم نمیدونم چه سوال. من هر چی بوده دارم نگاه میکنم اطلاع میدم. میگن به مسئولیم شد ردیفه یکی میذارمش دو که این بنده خدا را سیامش یه گوشه سرپا بایستاده. بگو اینکه شده هزه نمیشه این خواسته ها رو نمیشه اینقدر میتونم. ای خدا داشتن تعریض دوباره کی کنسرت داریم، اینها رو من نمیدانم، اطلاعی ندارم. اونها رو من هم نمیدانم. اینها رو جنگ عمو داوود عشقی داداش عشق قربون رنگ خونت. بله هرکی جای من میخواد باشه گزینه صدا با صفا مشتی هستی پرسپولیسی محسن ابراهیم زاده. یکی بیاد منو آروم کنه، به این دلم مفهوم کنه، تکلیف بیقراری ها سبم معلوم کنه. دلم میخواد جار بزنم، عشقم کنار بزنم، آخه دیوونم کرده دله اینو درد دله. هرکی تو دلم اومد فرزاش به دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد. هرکی تو دلم اومد فرزاش به دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد. واقعا درخواستا زیاده، از کرمان درخواست داریم تا سوئد، یعنی نزدیک رای نیست میریم. جانم چی؟ اینجا نمیدونم میدونم دیگه. چی؟ این چیه؟ بلال نه؟ هیچی با دوستان چیز نداریم، همه چی خوبه. اینا همه بچه خودی هن، اینا جیگرگوشه های من هن. کی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد. هر کی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد. عمو داوود خدا همه رفتگان رو بیامرزه، مادر گلت هم خدا رحمت کنه. قربون شکلت دارم ازش شکسته رو خیلی میخوام. الان بیاین کنسرت خوب گوش بدیم. نمیفهمم بابا کی دارم این ورژنش رو گوش بدیم. به خدا من یه نفرم یه گوشی میذارم بهش تو روحکی بگی بگید که قیدش کی بود؟ تا زنگ بخوره همین قد میشه. دوستان عزیز اون دوستی که تو این لایو شماره من داره لطفا زنگ نزده بذاری بریم لایو بزن بعد لایو زنگ. ببین دلم مزد شکست، خیلی وقت منتظرم بسته، خسته شدم بهش بگی تموم شده. ببین دلم ازت شکسته، خیلی وقت منتظرم بسته، خسته شدم بهش بگی تموم شده.
یه مدت تو زندگیم جاش خالیه، حال من خرابه حال اون عالیه، رفته و خبر نداره این روزا دلم چه حالیه، لحظه دلم براش نمیره از سر من حال و هواش، میدونم منو فراموش میکنه، کاش منم یادم بره یواش یواش. ببین دلم ازت شکسته، خیلی وقت منتظرم بسته، خسته شدم خسته بهش بگی تموم شده. ببین دلم ازت شکسته، خیلی وقت منتظرم بسته، خسته شدم بهش بگی تموم شده. محسن ابراهیم عاشق ماشاءالله. خداحافظی خیلی اما داوود بله، دارم و کسی که شبیه حرفاشه باید پرستید واقعا. دور زمونه ایست که رفتار آدما با اون چیزی که میگن تفاوت داره. بریم برای کلام پایانی تیتراژمون رفت و دوست داریم که شما رو تو کنسرت 29ممون ببینیم. 29 خرداد ماه در سالن میلاد نمایشگاه خاطر بازی و خاطر سازی کنیم. این آهنگ پایانی رو تقدیم می‌کنم به همه عاشقای عزیز. اگه دلم تنگه برات، توی سرم جنگه برات، خودمو سرگرم میکنم، یه جوری از فکرت نرام، چرا میخوای دورم کنی، مجبورم کنی، رو نقطه ضعفم دست نزار، دوری تو آخه سخته برام، بی تو شبا برای من پر بهانته، هرچی گناه پای من، هرچی حرف و قضاوته،